مسئولیت یک عالم اظهار حق است، او را باید بگوید و از لومت لائم نترسد. چیزی که خدا به گردن از او گذاشته امین نقطه است. رب ما در سوره مبارکه آل عمران یک تعبیر عجیب می کند: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. هنگامی که خدا تعهد را گرفت، میثاق، تعهد محکم و استوار گرفت از آنانی که برش علم داده شده بود، علم دین، علم کتاب، چی میکنن؟ لتبیننه للناس، بدون کم و کاست. خدا کنه کسی خفه میشه کلا و خوش میشه، او را باید به مردم بازگو بکنه. ولا تکتمونه، پاتش نکنه. ولی اینا چی کردن؟ ای علما فنبذوه وراء الظهور، به خاطر منافع دنیا زود گذر اظهار حق نکردن و حق را پشت سر انداختن. و اشتروا به ثمنا قلیلا، در بدلش بسیار چیز کم را گرفتن. ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. چقدر بد چیز است که اینها با واسطه از خود را فروختن و نتیجه بسیار کوچک را به دست آوردن. یعنی تحریف کردن. تحریف کردن؟ نه، بیان نکردن. تحریف نکردن، بیان نکردن. درست. تحریف را خب بگذار، او برادر گلم از برای خدا دیگه چاپلوسی نکنه، دیگه بحث هست. با علما نمیزیبد. علما باید با وقار و با حیثیت بوده باشه. یک چاپلوسی میکنن، یک بدون چون و چرا تاییدات عجیب میارد، یک تعداد چپن خلفای راشدین در جان مردم میکنند. از خدا خب باید بترسن. از خاطر اظهار حق یکی از مسئولیت های آدم است و در این جدی است. قرآن امیر میگه که لتبیننه للناس، به مردم را بیان کنید، خامخا برش بیان کنید. در هر شرایط، در هر شرایط عالم نمیتونه که مصلحت را در نظر داشته باشد. این گپ راست واضح است. به طور مثال امین نوع انحراف و خطا در باب تکفیر شایع شده و غالبا مردم در این باب صحبت نمی کنن، حتی با احترام تا علما که دارم، حتی علما دلیل گپش است که میگه اینا مسائل حساس است، موضوعات حساس است و بعضیا این مسئله را درک نمیکنن، شرایط بر ما اجازه نمیده، ممکن برای ما مشکلات جدی پیش بیاد و این طبعا در مورد همه مطرح است، در مورد ما هم مطرح است. اما به نظر من شخصا امو انگیزه که باعث میشه ما در این باب صحبت بکنیم و است که مصلحت دعوت و پیش من شخصا به عنوان یک دعوتگر کوچک و به عنوان یک طالب العلم بسیار تنبل، به نظر من مصلحت دعوت مهمتر از مصلحت اشخاص است و باید دعوتگر هرگاه مصلحت خود را سر مصلحت دعوت مقدم دانست، دیگه او باز دعوت نمیتونه. یک نکته دیگه است که همین مسائل ها در میان جوانان افتاده و اگر هر کسی مثلا ما فلان احمد محمود دیگه و استاد دیگه علما داری بود صحبت نکنیم، پس این مسئله چی رقم حل شود؟ آیا امی حالت بسیار متاسفانه نامناسبی که در بین جوانان شایع شده و هر کسی مفتی شده و فتوا میده و تکفیر میکنه و دستور به اصطلاح خودشان حکم قتل میده و کشتار میده و حتی متاسفانه این مسئله عملا در جوامع اسلامی عملا مرحله عملی رسیده و ما میبینیم هر روز تعداد زیادی از مسلمانایی که ممکن گناهگار باشن، ممکن یک مشکل دیگه داشته باشن، ممکن در موردشان جهل عذر باشه، ممکن نباشه، اما عملا زندگی و حیاتشان از دستشان میره و یک دلیل کلانش همین غلط فهمی است. حالا ما در این باب صحبت نکنیم به خاطر ممکن خطر بر ما پیش شود، ممکن چی شود، هیچ کسی همین گپ میگه. بس تعداد زیادی از دوستا ما زیاد در این باب چی کردن، نصیحت کردن، نصیحت از اونها در چشم ما و ما میدونیم انگیزه از اونها خوب است، اما خب ما هم نگم دیگه، کس هم نگه این مسئله. اما ما میبینیم مثل که بازی چی دسته یک ایده از لحاظ سنی ممکن بزرگ باشن، از لحاظ علمی کوچکن، بازی چی دست از اونها شده، این چی رقم شود، مسئله باید حل شود یا نشود، این ضرورت هست و ضرورت هست. و گپ دیگه است که بیان این مسئله به معنای مخالفت با جریان خاص فرد خاصی نیست که یک کسی به صدا و نازا تبلیغات بکنه که این فلانی ما را تو گفت
ما میگیم حق بیان شود. به خاطر من حتی نام اسم هیچ کسی را نمیگیرم، به هیچ فرد را و هیچ گروهی را نمیگیرم که کسی نگیرم. مرا گفتم این گپ اصلی است و ضرورت داره و به خاطر مصلحت دعوت تقاضای این رو کرده میکنه.